مرا مرحمت. این همون جنازه طفلک دسترویکی است. 45 روز دارد. 45 روز رفت زیر خاک. گناهش چی بود؟ لااقل مسئولان ما آیا برای این کودک یک حرف میزنن؟ من واقعا میگم شاید در ذهن یک راهبری ما شاید حرف میبیو که خب من بشینم در همینجا چی باید فکر کنم؟ آیا گناهی من بود همچون یک راهبر، همچون یک ستاد مخصوص ما آماده نکردم؟ و باز هم میگم اگر که واقعا راهبری ما مردمی میشد احتمال زیاد این کودک نجات میافت. حتی همون ما یک حرکت سیاسی ما توانستیم نفرامون رو بیرون بکنیم در برابر کمترین همون قدرت و صلاحیتی که در دست داریم، کمترین داریم. واقعا به اندازه حکومت امروزه ما پول نداریم، ما دارایی نداریم، ما دیپلمات نداریم. به اندازه حکومت ما دست ما نمیرسید، ولی خدا را شکر با همین ضعیفی ما توانستیم از آمون را بروریم. حتی هموطنای زیادمون از ما اینجا گپ سری مینت و گپ سری چی نیست، واقعا ما زیاد هموطنا را توسط تلفن، توسط تماس ما توانستیم بیرون کردن. جای شد از بچه‌ها از جیباشون صرف کردن، جای مینت نیست، جای گپ است باید گفته شود. بچه‌ها امروز در آلمان فرض کردیم بعضی برادرایی که به هیچ حزب و حرکت ربط ندارن در خانه هاشون بردن تاجیکا را جای کردن، نان دادن، آب دادن. ما سپاس میگم به این تاجیکی که غم یک تاجیکستانی دیگر هم میخورد. تشکر برادرایی که من واقعا صحبت کردم، فهمیدم از غرور ملی شما من حس کردم که شما این عضو این ملت، شما وطن دار. ولی تا امروز برای من یک اسناد را، یک مقاله را هر یک سفارت، هر یک وزارت، هر یک حکومت سایت های مخصوصی داره که مردم باید پیگیری بکنن. تلویزیون و رادیوها باید امروز تبلیغ چی باشه؟ باید در 24 ساعت باید در این مسئله گپ شود که حکومت در نمیدونم در 24 ساعت توانید جانی 1000 نفر بخره و بیرون کنه. در مالداو قرار داره حکومت توانید برای پناهندگان تاجیک، برای مهاجرای تاجیک که از اوکراین پولچه رفتن هتل های مخصوص، هاستل های مخصوص یا که یک تالار بزرگ را کرایه کرد، براش دیوان، جای خواب، خوراک، غذا آماده کرد. باید این چیز میشد. اگر من راهبر میشدم امروز این صلاحیت داشتم. امروز من میتونستم که هزارها نفر بیام در اتریش جا بکنم، در آلمان جا بکنم، در نمیدونم در پولچا، در ونگریا جا بکنم. ونگریا کشور نیست که مثل امریکا گران باشه نرخ و نواش. حتی این حکومت ها خودشون براتون داستو میتین، امکانیت میتین. 90% کار به پول حل میشوه، رایگان. فقط مسئولیت لازم است برای این ملت. فقط کسی باید راهبر باشه که مسئول باشه، مسئولیت حس کنه بالای ملت. اما یا چیکار کردیسن تو امروز؟ حکومت مردمی ملسن یخیده گوش کنین، نظر کنین. 10 روز از جنگ گذشت، شهروند این ملت از خطر قرار داره. حکومت برای ملت چی کار کرد؟ آیا رادیو این ملت از این مردم گپ میزنه؟ تلویزیون از این مردم گپ میزنه؟ روزنامه و مجله و شبکه‌هایی که دارین رب به این همین حکومت داره آیا از این مردم گپ میزنه؟ آیا در جای شوریدن که امام علی رحمان و همدردی به گذشتگان این ملت در خاک بکنه؟ آیا کرد؟ آیا وزارت کارهای خارجیش یکم تصمیم بالاخره بعد از 10 روز میگیره؟ نمیگیره. برای چی؟ چون اینا مردمی نیستن، اینا از این ملت نیستن. اینها یک گروه زناکار و تجاوزکار با راه غیر انتخاب بالای ملت اومدن. بفهمین؟ گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، از اون داد نمیگم که من در زیر توپ موندم، من در زیر جنگ خرابه موندم. من از اون نمیگیرم، گله ندارم. گریه من از او، از دادی من، فقانی من، دعوای من از او است که ما میگه ما حکومت مستقل داریم، ما میگه پیشوای معظم داریم، ما میگه پیشوای تاجیکان دنیا داریم. اینایی از گله من، اینایی است که برای این 4 تا احمق بشرف عنوان دادن، نام دادن، نمیدونم نام چه در تاریخ نویستن، براش کتاب نویستن، براش شعر نویستن، براش غزل و ربایی و دو بیتی و نمیدونم قصیده و چیزی بود براش نویستن. دادی من از این است که اینایی بی‌شرفا دیدن در این روز برای شما چیکار کرد؟ اینایی جسد نگاه کنین. فرزندی تو اگر باشه 40 روز داره. از این من حرف میزنم، دعوای من از این است. و خدا قسم
بسیار سخت است. واقعا من وقتی همین مقاله را وقتی دیدم، گرچنده خب این هموطنای ما زیاد همسالت زیر نمیدونم سیاستی خطا در میگذارن در روسیه، ولی در این نبرد طفل 45 روزه وقتی از دنیا میگذره این بسیار دردناک است. شخصا برای من با خدا قسم دردناک. شاید هر کسی که پدر است براش دردناک باشه که یک فرزند 45 روزه این چگونه میمیره. میروند زیر تخانه ها، جنگ است و همون شش رحم میکنه، تکانه است، طفل خورد است، نفس درست نیست، اکسیژن در اوجه نیست، شش ورم میکنه، نفس کشی، حالت نفس کشی چی حالت دیگر میشه و نمیتونه انسان نفس کاملا درست بکشه در حالی که او کودک است. از همونجا دیگر به هلاکت میرسه. ولی اگر حکومتی ما میشد چه کار میکرد؟ سرجم میکرد جلسه های امروز برای تعیین وظیفه، برای سفرهای خدمتی، سفرهای کاری، نمیدونم بین المللی کردن نوروز، آتش پرست، فلان چارت پارت چیزای بمانه. ولی در این مسائل یک جلسه یک ستاد مخصوصی نیست.